خیر نمیبینه، خیر نمیبینه. لیسانس میگیره ها، خیر نمیبینه. شوهر میکنه، خیر نمیبینه. زن میگیره، خیر نمیبینه. نمیدونم کار پیدا میکنه، خیر نمیبینه. کی؟ من القا کله علی الناس. داخل پرانتز کسی که دست و پای سالم داره، حالا این حدیث، ولی کار شخصیشو کسی دیگه انجام میده. کله یعنی کار شخصی. وای به حال دختری که تو ظرف خونه کمک نمیکنه. وای به حالش. دارم میگم وای به حالش. دست من نیست، پیغمبر میگه. حتی ظرف خودش هم تو ظرفشویی نمیذاره. وای به حال پسری که پای سالم داره، مادرش هنوز صف نون وای میره. وای به حالش. هم بحث غیرتش مشکل داره، هم چیزای دیگه‌اش. وای به حال پسری که شلوارش مثل لونه کفتر میفته اونجا، مامانش با جمع کنه هر دفعه. بعضی لونه کفتر خودشون به جا میذارن، نمیدونم چی. بعضی مامانا شام میخوان بپزن، 5 تا شعله‌ش هم روشنه. میگم این چیه؟ ماکارونی دختر کوچیکمه. این چیه؟ قرمه سبزی پسر بزرگمه. این چیه؟ آب گوشت شوهرمه. این چیه؟ اینم کتلت خودمه. میگه گارسونی. ها؟ تو میگه گارسونی. بعد تازه امیر جان، مامان جان به شامتو بخور. نمیام دارم اینترنت بازی میکنم. اب نداره امیر جان، میام در اتاقت. نیم ساعت بعد امیر جان سرد شد، بردم عوض کنم. لافاشم بشورنا. مادر اگه تو جلسمون هست و پدر مدیون بچتی اگه از 6 سالگی لباس شخصیشو بشوری، لباس زیرشو، مدیون بچتی اگر اتاقش مرتب بکنی. این حمایت، خیانت در حق بچه است. تربیت کن بچه‌تو، بی تربیت بار نیار.